چی اتفاق میفته اگر که به طور مداوم کولا سر کنیم؟ روز اول خیلی شیک، تمیز، مرتب، تایت و رایت. روز سیوم دائم سرتان خارش میگیره. داخل کولایتان پر از باکتریای مختلف شده که میتونن بیماریزا باشن. رایج‌ترینش بیماریای پوستی. بعد از 90 روز مشکلات خودشان نمایان میکنه. ریشه های موی بسیار ضعیف میشه و شروع میکنه به ریزش. بعد از 180 روز مویایتان خیلی کم پشت شده که حتی در حمام کردن هم میبینی که مویایتان به طور خیلی زیاد میره. و اما بعد از 365 روز دیگه مویایتان به طور کامل رفته. ریشه مویایتان به طور خیلی زیاد ضعیف شده که دیگه هیچ راهی برای بازسازی و ترمیم از او وجود نداره. شماست یا یک سر کل. خیلی مهم است که کولایتان را پشت استفاده نکنی، مدت زمان طولانی استفاده نکنی، خیلی زود به زود بشویدش که این اتفاقات نبفته. ای خودتان مراقبت کنی.